خیلی خوش اومدین به چنل ایران رز. توی این ویدیو قراره 5 فیلم برتر تاریخ سینمای رزمی رو معرفی کنیم. خشم اژدها. فیلم خشم اژدها سال 1972 اکران شده و الان 7.2 امتیاز IMDb رو داره. این فیلم داستان یک مرد جوان و با استعداد به اسم چن هست که بعد از کشته شدن استادش به دنبال انتقام گرفتن میره. بروس لی توی حرکات رزمیش از فنون مشت‌زنی مخصوص خودش استفاده میکنه و به خاطر همین هیچ حریف قدری توانایی شکست دادنشو نداره. بیباک. داستان این فیلم واقعیه. سال 2006 اکران شده و 7.6 امتیاز IMDb رو داره. هیو با بازی جت لی قهرمان وشوی چینه که در مبارزه حریف قدرش رو شکست میده و میکشه. هیو که از کارش پشیمون شده مبارزه رو کنار میذاره و یه گوشه دنج پناه میبره. سالها بعد غربی‌ها در چین هماورطلبی میکنن و هیو به خاطر چین آماده مبارزه میشه. با اینکه اصل داستان واقعیه، تصویری که از شخصیت هیو ارائه میشه تقریبا تخیلیه. مردی به نام ایپ. این فیلم سال 2008 اکران شده و تونسته 8 امتیاز IMDb رو بگیره. داستان فیلم در دهه 1930 در فوشان چین اتفاق میفته. فوشان جاییه که مدارس هنرهای رزمی برای جذب شاگرد با هم رقابت میکنند. ایپ استاد هنر رزمی وینگ چون که خیلی کار بلده شاگرد قبول نمیکنه تا اینکه ژاپن به چین حمله میکنه و ایپ خونه‌شو از دست میده. میدونستین در دنیای واقعی ایپ اسم استاد بروس لی بوده؟
خانه استاد مبارز. این فیلم با بازی جکی جان 7.5 امتیاز IMDb رو به دست آورد و سال 1994 اکران شده. هیونگ یا همون جکی جان یه رزمیکار ماهره که با اینکه پدرش پزشک معروفه اما خودش پسر علاف و بیکاریه که باعث دردسره. گفتم بسه. هیونگ، من پدرتم. بگو جونتو. پدر عجب ناقلایی هستی ها. یه نکته جالب این که جان در اکثر فیلم‌ها بدلکار نداشته. در این فیلم هم وقتی در گوداری از زغاله‌های سوخته میفته، این واقعا خود جکی جانه. اژدها وارد می شود. این فیلم هم با بازی بروس لی سال 1973 اکران شد و 7.6 امتیاز IMDb رو داره. داستان این فیلم درباره مردیه که حین شرکت در یک مسابقه به طور اتفاقی با عامل قتل خواهرش روبرو میشه. لی بعد از پیروزی در مسابقه نقشه انتقام خواهرش رو میکشه، اما جالبه بدونین اکران فیلم 3 هفته بعد از مرگ بروس لی بوده. حالا به نظرتون قاتل بروس لی کیه؟ مبارزتون با نگهبانان بسیار عالی بود. مهارت شما آقای لی واقعا خارق العاده است. در نهایت اینتر د دراگون اثری فوق‌العاده در ژانر فیلم‌های اکشنه که صحنه‌های مبارزه واقعی ارائه میکنه. خب این هم از 5 فیلم رزمی برتر IMDb. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشی. لینک دانلود همه این فیلم ها در کانال تلگرام ایران رز موویز وجود داره. برای آشنایی بیشتر با فیلم های رزمی چنل ایران رزم رو سابسکرایب کنید.